بسم الله الرحمن الرحیم. هر مومن باید دیره بپذیره که دنیا محل راحت نیست، محل عیش و عشرت نیست. دنیا محل امتحان است، دنیا محل امتحان است. امروز در 100% 90% مردم برای امی عقیده را داره که اصل مقصد دنیا است. امیر آباد بکو از امی خاطر است که ما دیدیم، به چشم سر دیدیم، بعد از ورود فرهنگ مبتذل غرب، بعد از ورود امی کفار نجس، مردم از ناموس خود تیر شد، از دین خود تیر شد، از غیرت خود تیر شد، هیچ نظر نکرد، فقط پول به دست بیار و وسایل عیش و عشرت آماده شود. از امو خاطر است که امروز سیلوار مردم طرف دولت‌های کفری حرکت کرده رویست، اما با ناموس خود. ان الذين توفاهم الملائکه، یقینا کسانی که ملائکه واره قبض روح میکنه به حکم الله، ظالمی انفسهم، و مردمایی که سری نفسای خود ظلم کرده، در دولت کفار باقی مانده، ذلیل شده، لط خورده، توهین شده، تحقیر شده، احکام اسلام خود پوره نکرده، اولادش در طرف دیگر رفته. بله، زمانی که ملائک قبض روح میکنه برش گفته، میگوی امی ملائک قالوا فیما کنتم، در کجا بودیم، کجا زندگی میکردی، در این قدر عمر جماعت دیدی، آذان دیدی، احکام اسلام دیدی، کجا زندگی میکردی؟ قرآن میگه ملائک قبض روح میکنه برش میگه فیما کنتم، کجا بودی؟ الم قالوا كنا مستضعفین فی الارض، و اظهار عذر خدا میکنه ما بسیار ضعیف بودیم، کمزور بودیم. اینجا میبینی که قانون کفری است، ما را در نماز نمیماند، در جماعت نمیماند، در حجاب نمیماند. خب نمیماند، از امی مملکت بودی، یعنی که از جای دیگه آمده ای. دمی مملکت هم که باشی، جای دیگه آمدگی را بگذار، دمین جم که تو باشی. ملائک برش میگه، واخو میگه که مستصحفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه، آیا سرزمین الله فراخ نبود؟ فتهاجروا فیها، که شما هجرت میکردی در روی زمین، یک جایی را مشخص میکردی، انتخاب میکردی که در اونجا احکام الله را آزادانه عمل میکردی، در زیر سایه اسلام تو زندگی میکردی. چرا حرکت نکردی؟ چرا میتور باقی ماندی که اسلام توهین میشد، تحقیر میشد، استهزا میشد، و تو هنوزم نشستی؟ این در صورتی که امونجا ولو که امونجا اسلام آورده باشی، بعد از اینکه حالت احکام اسلام عملی کرده نمیتونی، تو باید هجرت بکنی. اگر نکردی برش گفته میشه فاولئک مأواهم جهنم، این مردمایی که اون امونجا نشسته توهین و تحقیر آیات الله میشه، احکام اسلام به وجه درست عملی کرده نمیتونه، این مردمایی که حرکت نمیکنه، در سرزمینی نمیره که در اونجا احکام اسلام آزادانه و مستقل عملی بکنه. الله میگه فاولئک، این مردما مأواهم جهنم، جایگاهشان جهنم است، و ساعت مصیرا، خیلی بد است این جای بازگشت جهنم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، واصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الانسان في كبد. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. رواه النسائي رحمه الله. برادران عزیز و گرامی، در جمعه قبلی هم در مورد رفتن مردم به سوی ممالک اروپایی و ممالک غربی چیزی کمی گفته بودیم، وعده داده بودیم که بحث تکمیل میکنیم که آیا مسلمان ها مثل سیلواری از اینجا حرکت میکنه، نه تنها شخص مجرد بلکه با فامیل خود، با زن و دختر خود حرکت میکنه طرف بلاد غرب، یا چی هدف دارن و چرا میروند
آیا از نگاه دین مقدس اسلام و شریعت برای از جایز است که تو سفرها را بکنه یا نکنه؟ از او خاطر بحث انشاءالله تکمیل میکنیم. در جمعه قبلیم گفته بودیم که مهمترین موضوع در زندگی دنیا امیسته که هر انسان بدانه این دنیا اصل مقصد زندگی ما نیست. الله متعال ما را برای ازی پیدا نکرده که دنیای ما آباد باشه، از هر طرف ما مکمل ضرورات ما پوره باشه، مشقت و تکلیف نبینیم و نداشته باشیم. چرا؟ خلاف پیدایش حکمت الله متعال است. الله انسانها را در این دنیا به این پیدا کرده که اصل جهان و اصل جای دائمی و حقیقی انسانها که در اونجا باید دو طایفه شوند، یکی به طرف جهنم و دیگر طرف جنت بره. به او خاطر اینجا یا عمل بکنه، تلاش بکنه. اینمی حصول جنت و رفتن به جهنم بدون این امتحانی که در دنیا الله قرار داده امکان پذیر نیست. الله حکیم ذات است، ظالم نیست که کسی را امو قسم بدون کدام وجه به طرف جهنم ببره و یک کسی را به طرف جنت ببره. باید سند و حجت موجود باشه که برای کسی موقع اعتذار یا موقع اعتراض باقی نمانده باشه، نگویه مرا چرا طرف جهنم بردی. از او خاطر الله متعال عملا در این میدان اما انسانها را پیدا کرد و برای همه امکانات داده. هیچ کسی از او استعداداتی که الله برای یک انسان مقدر کرده خالی نیست. از امو خاطر وقتی از این استعدادا محروم باشه، فاقد باشه، او مکلف هم نیست. دیوانه مکلف نیست. اگر کسی عقل خود از بین برده او مکلف نیست که نماز میخوانی نمیخوانی چه قسم استی. نه، زمانی که امکانات دادگی الله متعال تکمیل باشه مورد امتحان الله قرار میگیری. خود دنیا سختی ها طلب داره، میدان مشقت و تکلیف است. در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه حفت الجنة بالمکاره، جنت پوشانده شده توسط امور سخت و دشوار. کدام امر در دین از نگاه طبیعت سخت نیست بدون از اینکه محبت ایمان در قلب انسان جا گرفته باشه. او جدا موضوع است. وقتی ایمان در قلب انسان جا بگیره هر نوع سختی را در راه کسب رضای الله و انجام طاعت الله و عبادت الله هیچ نوع سختی را احساس نمیکنه. ما در روزی خود سختی را احساس نمیکنیم، ما در صبح نماز خواستن خود سختی را احساس نمیکنیم. ما اگر هر قدر تکلیف و سختی در حج بر ما میاد بازم امید ماست که الله بر ما اجر بده. در جهاد میبینیم که سر و مال قربان میشیم لیکن سر ما سخت تمام نمیشه. این ثمره ایمان است. ایمان این تقاضا را کرده وگرنه طبیعت بشری هیچگاه ادناترین مشقت نمیپذیره و خوش نداره. تکلیف ها پذیرفتن از روی محبت ایمان است. وقتی ایمان در قلب جا بگیره این جدا موضوع است که چقدر ایمان در قلبای ما جا گرفته و چقدر طاعت الهی بر ما لذت بخش است و چقدر مصائب و تکالیفی که در راه دین میبینیم از او لذت میبریم و سریع و افتخار میکنیم. این موضوعی است که مردم در این میدان متفاوت است. کسی در درجه صفر است، کسی در درجه اعلی است. در بین تفاوت درجات خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. از او خاطر هر مؤمن باید این را بپذیره که دنیا محل راحت نیست، محل عیش و عشرت نیست. دنیا محل امتحان است. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. مرگ و زندگی به این خاطر پیدا شده که الله ما را آزمایش کنه. ایکم احسن عملا، که کدام ما در از نگاه عمل احسن هستیم. ما باید این عقیده را داشته باشیم. اما تأسف است در این ملت قرآن درس نشد که مردم میفهمید هدف زندگی خود. مردم میدانست که الله ما را برای چی پیدا کرده. امروز در 100% 90% مردم برای امی عقیده را داره که اصل مقصد دنیا است. امیر آباد بکو. از امی خاطر است که ما دیدیم، به چشم سر دیدیم، بعد از ورود فرهنگ مبتذل غرب، بعد از ورود امی کفار نجس، مردم از ناموس خود تیر شد، از دین خود تیر شد، از غیرت خود تیر شد. هیچ نظر نکرد، فقط پول به دست بیار و وسایل عیش و عشرت آماده شود. از امو خاطر است که امروز سیلوار مردم طرف دولت‌های کفری حرکت کرده رویست، اما با ناموس خود. کلیپا را میبینه،
حالات میبینه که اونجا یک سیاسر در دست یک پلیدی نجسی اروپایی زده میشه، توهین میشه، تحقیر میشه، چادرش دور انداخته میشه، اما این بی غیرت از اینجا ناموس خود گرفته میره که در اونجا زندگی چه قسمی زندگی میکنه. یا به خود مؤمن میگه یا به خود مسلمان میگه. بعد از دیدن همین قدر حالات من تعجب میکنم، بسیار تعجب میکنم. و اشخاصی که امروز یک کسی از مملکت همسایه ما به نام اسلام آمده، مملکت اسلامی، قسم خورد که مولوی صاحب ما به جز از اینکه عاشورا را بشناسیم دیگه چیز نمیشناختیم. عمرش در ایران تیر شده بود، معلم مکتب بود، اما وضو را یاد نداشت، اما نماز یاد نداشت، اما روزه را نگرفته بود. به جز از عاشورا دیگه چیز نمیشناخت. چی جای از اینکه در ممالک کفری حرکت میکنه، اونجا میره و اونجا زندگی میکنه. آخر تو برای چی پیدا شده ای؟ مقصد زندگی چیست؟ تا که اینقدر تکلیف میکنی بی غیرت همینجا نصرانی شو که تو را در طیاره به عزت ببره. نعوذ بالله، نعوذ بالله. اگر تو ایمان و غیرت نداری چی ضرورت است که اینقدر مشاکل، اینقدر تکلیف ها را، صعوبت ها را میکشی؟ اینجا برات زمینه مساعد است و به هزارها امیر قم شده هم. امیال فعلا در کابل مرکز قوی برای نشر نصرانیت است. انجیل توزیع میشه، مردم برده میشه، رایی میشه. از اینجا در کویتی پاکستان، از اونجا در کانادا، یک نفر نه بلکها نفر سفر کرده و رفته. چرا؟ آخری قدر مبارزه برای چی است؟ خدا ملحق با روسیه میکردی هر چیزیت فراوان بود، هر چیزیت فراوان بود. چرا مبارزه میکنی؟ چرا داد میزنی؟ در یک کلمه افغانیتی تذکره ها چقدر جنجالا بلند شده. این مملکت بیبی مردم از گشنگی میموره یا عموم مسائل را دد پیش میاره که ملت ها با هم بجنگه. دیگم قوت شما بدانه ملت، ای مردم، به الله قسم اگر این یهود و نصارا را ما دوست میپنداریم، ما همکار میپنداریم، یقین به الله بکنه که ایمان ما از سر ما کوچ میکنه. تو گپ الله را، سخن الله را، کلام الله را نادیده میگیری. این خبیثا میایه برای ما همکاری میکنه و راحت میاره. نه، اینمی طور مسائل بالا کرده رویسته. اینی طور مسائل که ملت ها علنا بجنگه، روزانه ایمانات تبا میشه. کسی از اسلام داد نمیزنه، کلگی از سمت و از زبان. در این روزا فیسبوک ها را شما میبینی، شما میبینی جنایتکاری که زنا از سینه‌اش سیخ تیر شد، او را امروز شهید میگن مردم. اما او که واقعا شهید است اولا نعوذ بالله لعنت میگه. ایمان کجاست؟ ایمان کجاست؟ بله، ملامت نمیکنم این ملت. این ملت دور است از کتاب الله، تمام عمر دور زندگی کرده، یا نشناخت اسلام چیست، یا فقط اینقدر میشناسه من فلان قوم هستم، من فلان تنظیم هستم. نکنی که ایمان کوچ میکنه، ایمان کوچ میکنه. دمی وطن امروز نجیب هم شهیدی درجه اول است، علنا گفته میشه. ببینی همین ملت است که داد میزنن، سخنای کلان کلان میزنه، کلمه جهاد و مجاهده، کلمه پاک به خود منصوب میکنه و بی غیرت. تا دین روز قطش جهاد میکردی، امروز عکسی از او دمی زیر سلطه تو بالا شده به نام شهید. تو که قطش جنگ کرده بودی، در زیر سایه عکسش تقریر کرده رویستی، غیرتت میمونه. چرا دیگه کلمه جهاد استعمال نکن؟ کلمه مجاهد پاک به خود منصوب نکن. مجاهد کیست؟ فرا حدیث پیغمبر تعریف کرده. کیست؟ من قاتل فی سبیل الله، کسی که در راه الله جهاد میکنه. برای زبان جهاد نمیکنه، برای تنظیم جهاد نمیکنه، برای سمت جهاد نمیکنه. مجاهد کی را میگه؟ خوش هستن، از منطقه دفاع میکنه، قهرمانای ما. کدام قهرمان؟ کدام قهرمان؟ قهرمانی که ناموس خود در اروپایی ها روان کرده، در بیزای امریکا و فرانسه و لندن رفته، شبها تیر میکنه. کدام قهرمان؟ ببینیم از این باید باکی نداشته باشیم که امروز ملت ما میروه عاملش امی مردم است.
جنگ، بدبختی و ایرانی، زدن، کندن، هیاهوی، حتی پایتخت یک سرکش جور نمیشه، مردم از گرسنگی میموره. عاملش کیست؟ ما در جای یک پاچا دو پاچا باید داشته باشیم. کی صلح ده بینشان میکنه؟ جانگیری میآید. کدام استقلال، کدام غیرت؟ افسوس است. والله قسم اگر انسان زندگی میکنه مردانه وار زندگی کنه چی به درد میخوره؟ این دنیاست. والله قسم تا بسیار عمرت باشه 100 سال بعد رفته نیستی، از این دنیا رفته نیستی. تو خب بیازو به ایمان زندگی تا تیر نکردی، بیازو الله مستحق جهنم پیش از پیش گردانیده، ولی در دنیا لذت ننوشیدی به جز از خجالت و رسوایی و دروغگویی. کدام مقام، کدام عزت، کدام احترام، کدام؟ ما خود مملکت اسلامی معرفی میکنیم، قانون خود اسلام اعلان میکنه، کدام؟ دنیا در مقابل خبثات هر جای یک جای میشه، هر جای. الکفر ملت واحده، کلشان دمی روزا امی سردمدارای ممالک اسلامی دمو مجلس ها در اونمو کمیسیون ها وجود داشت. بی غیرت های ممالک اسلامی امونجا تمام روز سری بشار اسد گپ زده شد، بلوک شرق و غرب گپ میزنه. کدام یکیش همی قدر گپ میزنه که فلسطین چی حال داره، طفلای فلسطین چطور میمانه، این بیت المقدس که دست به زنان انداخته میشه. تو مسلمان مملکت اسلامی سردمدار اونجا نشسته هستی، ولی کلشان اتفاق میکنه که بله گروپی که لا اله الا الله میگفت بعد نگذارش، گروپی که میگفت قرآن متوجه شوی او را بعد نگذاره، کلی ما دست خدا یکی میکنیم. روس و امریکا سخت با هم مخالف است، هیچ کدام یکی دیگه خدا نمیخواه فوقیت حاصل بکنه، اما برای کوبیدن مسلمان، برای از بین بردن مسلمان متحد است. دست سر از یک جاغه میکشه، دستش یکی است. اما ما تو مسلمان نصف ما در غلامی از او خود تار کنیم، نصف ما در غلامی از او فقط مسلمان بکوبیم. عجیب اسلام، عجیب دین. گپی ما در کجا بود، در کجا رفتیم، دل درد میکنه. دل ما درد به این میکنه که همین مسلمانایی که روزانه فیسبوک ها را پیش میبره عمری تضایع کردی. جوان ای بیادرکم، نکو پشتی زبان نگرد، پشتی تنظیم نگرد، پشتی سمت نگرد، این لعنت او طرف بنداز. زمانی که اسلام لا اله الا الله آمد، این بدبویا کلش در چا انداخته شد. افتخاری تو لا اله الا الله محمد رسول الله است. کسی که به این دین متمسک است، به این دین پابند است، به این دین قایم است، میخواهم این دین قایم شود، او برادرت است، او برادرت است. از پدر که امروز پیدا شده که این نظریه و فکر نداره، عقیده را نداره، برادرت نیست. لیکن ما از کی گله بکنیم، از کجا گله بکنیم، از کی گله بکنیم و از کجا گله بکنیم؟ مردم بیچاره ضروریات اولیه دین نمیفهمه. این مسائل خو خیلی در طاق بالاست. مفهوم توحید تالی را نمیفهمه. توحید چیست؟ این موضوعات خود دور بگذار. این جنگای سیاسی، این میدان گرم سیاست که امروز ملت ما فقط تکلیفا را کشیده رایسته، حلال کده برون، یکی دیگه خدا زدن بکنه، یکی دیگه خدا خیر و خلاص، دیگه چیز باقی نمونه. هر جای بمره مسلمان بمره، به هر نامی که باشه. هر جای شکنجه میشه مسلمان شکنجه میشه، به هر نامی که باشه. فقط و فقط این دنیای کفر فقط اونجا نظاره کنه، یک اسلحه ناتمرین شده را بالای تو مسلمان استعمال کنه و بیاره بری تو بده استعمال که خیر و خلاص، دیگه چیزی باقی نمانده. بالکل آخر زمان است، هیچ چیزی باقی نمانده. حالت همین قدر خراب است. ما گله از کی بکنیم که مردم از اینجا میخیزه، رای اروپا میشه، به چشم سر میبینه غرق دریاها میشه، به چشم سر میبینه در زندانای قفس واره. تو را یک حیوان فکر کرده خبرداری نه؟ و انسان این دنیای کفر با بشریت و انسانیت یک قدر قائل نیست. تو را یک چارپای فکر میکنه، در پنجره بندیت میکنه. نه عزت برات قائل است، نه حیثیت برات قائل است، و تو بازم رفته رایستی.
سفر بکنیم. برای چی میریم؟ از جهت ضرورت سفر کردن جایز است. یکی ضرورت مشروع است، ضرورت ضروری است که تو حرکت میکنی. یک کسی به این نیت حرکت میکنه که من اونجا دعوت میکنم، اونجا مبارزه میکنم، یا قلمی یا تقریری گفتاری یا فیزیکی، هر نوع مبارزه که این میخواه از اینجا حرکت میکنه. لا یرید الا هذا، اراده نداشته باشه دیگه چیزه، فقط امین نیتش باشه که من میرم اونجا مبارزه میکنم. امی مثال اسلام که این دنیای طاغوت، این کفار خبثا در اونجا چهره اسلام غلط معرفی کرده، من اونجا میرم تقریر میکنم، تحقیق میکنم، به مردم وانمود میکنم که اسلام دین امن است، دین صلح است، دین الفت، دین جمع کردن بشریت سر یک مستوای احترام است. در اسلام حتی کسی که به دین اسلام گرویده نیست لیکن قوانین عامه اسلام بپذیره، فساد در روی زمین نشر نکنه، امو هم امن داره. اسلام تاریخ داره برای خود، ثبوت داده. امو مردمی که اسلام نپذیرفته، دمو یهودیت و نصرانیت خود باقی مانده، آیا قابل احترام بودن یا نه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیفهمه من قتل معاهدا، کسی که کسی با ما تعهد میکنه کافر است. معزی صلح قتلش امضا کرده، معاهده داره و این را قتل کرد، لم یجد ریح الجنته، این نمیابه بوی جنت. ای آدم قاتل داری کدام نس؟ دنیای کافر، از ظالمای بدبخت که داد از حقوق بشر میزنه، بیار یک جمله را امی رقم داری؟ پیش تو انسان ایج انسان نیست بجز از خودت. دیگه مردم برات نعوذ بالله حیوانات و سگ معلوم میشه، روزانه قتل میشه، عذر طلب میکنی. انتها چی؟ ما نفهمیدیم میگی. به نام دوستی و همکاری اینجا آمدی، نه توی ما را ماندی، نه جنازه ما را، نه میدان فوتبال، نه والیبال، کلش زدی، یکیش هم نماندی. نه مسجد ماندی نه مدرسه را. مسجد و مدرسه خب برو برای خود بانه جور کردی که خب نامگذاری کردی. این دنیای مسلمان بی غیرت که همینطور مدارس میگه این مرکز دهشتگردی است، یک فاحشه و بیدین و ملحد عالم پیدا میشه، در زبانی خبیث و نجس خود همین کلمات استعمال هم میکنه. مدارس میگه این مرکز تروریستی است. و مرد که کافر میشی، در اون مدرسه قرآن تدریس میشه، در اون مدرسه حدیث رسول الله، او را تو مرکز تروریست میگی. از ایمادت سوال بکن که باقی مانده در کلیت یا نمانده. ملا صاحبا باز در گرد جنازی طور ملحدینی که تمام عمر علیه اسلام انتقاد، اعتراض، تمامی بدبختی و زمین سازی برای الحاد و دموکراسی و حاشی و عیاشی کرده، امین ملای ناملا جنازی همینطور خبیث هم میخوانه. علمای حق بودن. افسوس است امروزم بسیار مردم میگه ما حنفیستیم. به الله قسم تو و امام ابو حنیفه رحمه الله زمین و آسمان دور استی. امام ابو حنیفه رحمه الله قضا را در مملکت عباسی قبول نمیکنه. نزدیکترین پادشاهی است، نزدیکترین پادشاهی است به زمان رسول الله که تالی رم شریعت حاکم است، اما نمیپذیره قضا را. تو امروز قاضی استی، سارنوال استی، معلم و مدرس عقیدتی استی، فلان استی، فلان استی، فلان استی، کلش استی. تو خود حنفی میگیری، داد از امام ابو حنیفه رحمه الله میزنی، غلط میگی، دروغ میگی. اسلافت نشناختی، امامت نشناختی، عقیدهش نشناختی، هدفش نشناختی، منهجش نشناختی. ما خیر است از رسول الله خو پیروی بیازو نمیکنی، از امامتان خو پیروی کنی که معلوم شود با منهج رسول الله خو دشمنی داریم. با منهج امامت خو برو حرکت کو. شرم است، جای خجالت است که ما چی میکنیم. مردم از اینجا حرکت میکنه در او طرف میره، بنابر ضرورت انسان بره، مشروع برای دعوت، هیچ اراده دیگری نداشته باشه. امروز جوان ما
اینجا اینترنت دیده، فیسبوک ها را سکده، زنای لچ و دخترای لچ نعوذ بالله فاحشه را دیده. شما باور بر الله بکنید نصف از یا گمان نمی کنیم در این مورد، نصف از یا به می خاطر میاد که زمین هم حیاس برای عیاشی. چرا؟ به خاطری که 5 لک افغانی را چند 10,000 دلار مصرف میکنه. 10,000 دلار اینجا داشته باشه بهترین کار میشه. دکان کده میتونی، موتر گرفته میتونی، هر عملی که تو بخوای برات مهیاست. چطور 10,000 دلار اینجا تو مصرف میکنی میری ده قاچاق بر میدی ده اونجا خدا میرسانی؟ دوم از جهت ضرورت مباح. ضرورت مباح چی را میگه؟ برای تجارت میری، مالی را وارد میکنی که در اینجا ضرورت مردم برای ازوست، در مملکت اسلامی پیدا نمیشه، حرکت میکنی در اونجا. سفر تحصیلی داری، در دیگه مملکت امو تحصیل برات حاصل نیست و ضرورت مردم هم است. برای علاج و تداوی میری، دیگه جای میسر نمیشه، اینجا برای تو سفر جایز است. اما این سفرام شرایط داره. کدام شرایط داره؟ کسی که در اونجا میره و تجارت میکنه، تحصیل میکنه، میدانی که اونجا میدان شهوات است، هجوم شهوات است. الا ماشاء الله، کدام فردی را که الله توفیق داده باشه که خدا نگاه کرده بتونه، دیگه راه خلاصی نداری. الا که مبتلا به زنا شوی، به فحش و عیاشی شوی. داری همون قدر تقوا؟ ما خود تو را اینجا میبینم که الله اکبر نماز نمیخونی. ما خود اینجا میبینم که تو در زندگی خود یک سنت رسول الله را عملی نکردی. اونجا چطور؟ اونجا از آتش خدا کشیده میتونی در حالی که جوان هم هستی، سن و سالتان پخته شده، میتونی خدا نگاه بکنی؟ تقوا داری همون قدر؟ دیگه شرط شبهه علم داشته باشی، معلومات دینی داشته باشی که از شبهات از خود نگاه بکنی. سالای سال در طول تاریخ محصلین ما که برای تحصیل علم در اونجا رفته، ویزه برش آمده، بورس که ما و شما برش میگیم برش آمده، اونجا که رفته از اصلی تحصیل علم کرده، جر بحث سر اسلام خیلی زیاد شده. اونجا تیار کمینا وجود داره. مستشرقین علمایی که مطالعه در اسلام کرده، نعوذ بالله به زعم خودشان خلا برشان معلوم است، او را سریابی محصلین انتقاد اعتراض. این بیچاره خو علم نداره، از اسلام آنقدر نفرت پیدا میکنه که هیچ پرسان نکن. داری که تو سفر میکنی؟ بعد از سفر اونجا زندگی کردن شرایط داره. اول شرط زندگی در اونجا است که در ادای مناسک و مراسم و احکام اسلامی مستقل باشی، ریشه مانده میتونی، زنت حجاب کده میتونه، اختیار زنت پیش خودت است. از تو سوال میکنه مسلمان، زنت در اختیارت است؟ چپلاق انداخته میتونی، سخت گفته میتونی، دخترت در اختیارت است؟ اول شرطش همیست که در اجرای احکام الله متعال تو مستقل باشی. وقتی که در اجرای احکام الله تو مستقل نباشی، از اونجا هجرت کردن فرض است، اونجا ترک میشه. خود تو اونجا میروی، از اینجا میخیزی اونجا میروی. احکام اسلام مستقل یک شرط. دوم شرط، در اونجا سری شعائر اسلام استهزا نشوه، توهین نشوه. احکام اسلام اگر در پیش روی احکام اسلام توهین میشه، تحقیر میشه، استهزا میشه، تو باز بشی یا نه؟ الله متعال میفرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب، و یقینا نازل کرده، روان کرده الله متعال در کتاب، در قرآن کریم، در سوره انعام است، او ان اذا سمعتم، زمانی که شما شنید آیات الله، آیات الله را، یکفر بها، که انکار میشد از آیات الله، صراحتا برات گفته میشد من این حکم قبول ندارم. همینطور ملحدین امروز در خانه مسلمان است، شب قطع پدرم این بحثا را میکنه، اولاد است، قطع اولاد پدرم این بحثا را میکنه، این حکم اسلام قبول ندارم، بنگی بر الله میگه.
الله متعال برای ما میگه وقتی که اینطور حالت بود که سر احکام الله انکار میشد و یستهزأ بها، استهزاء میشد، ریشخندی میشد سر اسلام. وقتی چادر از سر زن دور میشه، این ریشخندی سیانه در آتش انداخته میشه، این توهین است. امو مفکوره امروز در فرانسه نیست، امروز در خانه مسلمانی تام است. من خودم شاگرد اینطور آب دیده از چشمش ریخته، برای ما گفته که مولوی سی به حجابی که در جان ما میبینی ایره در خانه نکردیم، ایره بیرون برآمده می حجاب کردیم. اگر در خانه حجاب بکنم خانواده مرا ریشخند میکنه، خانواده مرا ریشخند میکنه. در وطن، در می وطن اینطور مردم است، در می وطن که همین حجاب نعوذ بالله ایره علامه عقب ماندگی میدانه. چی میدانه؟ حالی خوموم شده. عروسه ببینه، عروسه ببینه چه قسم جور میکنه، قولایش لج باشه آنه، در میدان رقص حاضر باشه آنه، 3 نفر پیراهنش گرفته باشه که چقدر دور و دراز است پشتی سر گرفته باشه. الله اکبر. من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که خود مشابه قوم سازه از همون جمله است. چرا کنترل نمیتونی؟ من مسلمانی با غیرت داد از جهاد بزنی. مجاهد هستم. یک رسمی دنیای غرب اینجا اصلاح کرده نمیتونی. دختری تا در بین مردم میرخشانی در حالتی که عروس است، نیم قولرم پوشیده. برای عروسی، یک شب عروسی یک کالا را بگی، یک پیراهن چند هزار کرا بده. از این که ده احمق کس دیگه است که برای یک شب یک دانک پیراهن لعنتی را بگیره در جان دختری خود بکنه. دور از حاضر مجلس اگر کرده باشیم توبه بکشیم، اگر نکرده باشیم هوشیار شویم، دین بفهمیم، از غیرت خود کار بگیریم. در هتل بردیم به نام عروس، لباس کراکو چی کمال داره. فاطمه زهرا دموتور لباس توی شد، عایشه صدیقه دو لباس، خدیجه الکبرا دو لباس. در کدام لباس؟ در لباس غیرت، در لباس عفت و عزت. چرا؟ در وطن میایم الله اکبر الله اکبر، نماز میخوانیم، مسلمان خدا میگیریم. کدام اسلام؟ کدام اسلام؟ از کدام اسلام داد میزنیم؟ رشخندی سر مسائل اسلام، چی در اینجا باشه چی در اونجا باشه. در کدام مجلس که سر آیات الله رشخند زده میشه، اون مجلس چی میکنه؟ الله میگه فلا تقعدوا، نشینید اون مجلس معهم امرای اون مردم، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا که در سخن دیگه اون مردم مشغول شوه، در غیر از این سخن که گفته میشه شما شریک نشوی. چرا؟ چرا؟ وجه چی است؟ چرا الله منع میکنه؟ جمله خطرناک است، بسیار جمله خطرناک است، بسیار جمله خطرناک است، بسیار جمله خطرناک است. الله متعال میفرماید، من نمیفرمایم انکم اذا مثلهم. در اینطور مجلس که نشستی که اونجا استهزاء سر احکام اسلام میشد، انکار از آیات الله میشد، اگر نشستی نخیستی شما هم به مثل ازواستی، عذاب الله که میاد خلاص نمیشی. در دفترها سری احکام اسلام ریشخند زده میشه. دفتر اعلام کردی؟ در دفتر پیردار بودی، مامور بودی، مدیر بودی، منشی بودی، دختر افغان آمد، مسلمان آمد، توهین شد، تحقیر شد، به چشم سر دیدی. از این مردم خوب پنهان کرده میتونی، لاف هم زده میتونی، از دروغ هم گفته میتونی، از او الله پنهان کرده میتونی که چی کردی؟ ما اینطور بغیرت هم داریم که همین زمینه را همین افغان برش برابر کرده، همین مامور برش برابر کرده. چند روز پیش در فیسبوک ها نشر نشد، در شهری نو مرکزی که دخترها 12 وجه توسط موترهای خیلی لکس کشیده و آورده میشد. کدام اسلام؟ چه قسم اسلام؟
قرآن چی گفته؟ انکم اذا مثلهم. زمانی که در کدام مجلس منکر است، در اونجا استهزاء با آیات الله میشه، توهین الله، حکم الله میشه، ما خمیره میگم که واجی صاحب صوفیگری تا بگذار که 100 سال صوفیگری کردی، خو یک روز در مجلس او فحاشا و هنرمندای غلط که یا برش هنرمند میگه، در اونجا حاضر شده تباه کردی، خود تباه کردی. انکم اذا مثلهم. حکم الله توهین میشه، تحقیر میشه، تو قطش نشستی. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. الله جمع کننده است و منافق است که اینجا داد از اسلام میزنه، دیگر روز سری تو او اینقدر غیرت میکنه که پرسان نکن، اینقدر غیرت سرت میکنه، تو مسلمان هستی، لیکن خودش رفته رقص کرده، خودش رفته در اونجا مجلس کفار که سر اسلام توهین و تحقیر شده، همونجا نشسته. چطور است؟ ان الذين توفاهم الملائکه، یقینا کسانی که ملائک واره قبض روح میکنه به حکم الله، ظالمی انفسهم، و مردمایی که سر نفسای خود ظلم کرده، در دولت کفار باقی مانده، ذلیل شده، لط خورده، توهین شده، تحقیر شده، احکام اسلامی خدا پوره نکرده، اولادش در طرف دیگر رفته. بله، زمانی که ملائک قبض روح میکنه برش گفته، میگوی امی ملائک قالوا فیما کنتم، در کجا بودی؟ کجا زندگی میکردی؟ در این قدر عمر جماعت دیدی؟ آذان دیدی؟ احکام اسلام دیدی؟ کجا زندگی میکردی؟ الله ببخشش، بسیار خوب آدم بوده، فرانسه وفات کرد. آلی خو یک تعداد جاسوس آمده، ثبت و سجل شده در شبکه های شیطانی ای امریکا، واره هم مردم مسلمان میگه. قرآن میگه ملائک قبض روح میکنه، برش میگه فیما کنتم، کجا بوده؟ الم قالوا كنا مستضعفین فی الارض، و اظهار عذر خدا میکنه، ما بسیار ضعیف بودیم، کمزور بودیم. اینجا میبینی که قانون کفریست، ما را در نماز نمیماند، در جماعت نمیماند، در حجاب نمیماند. خب نمیماند، از امی مملکت بودی، یعنی که از جای دیگه آمده ای، دمی مملکت هم که باشی، جای دیگه آمده گیره بگذار، دمین جم که تو باشی. ملائک برش میگه، واخو میگه که مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه، آیا سرزمین الله فراخ نبود؟ فتهاجروا فیها، که شما هجرت میکردید در روی زمین، یک جایی را مشخص میکردی، انتخاب میکردی که در اونجا احکام الله را آزادانه عمل میکردی، دست زیر سایه اسلام تو زندگی میکردی. چرا حرکت نکردی؟ چرا میتور باقی ماندی که اسلام توهین میشد، تحقیر میشد، استهزاء میشد، او تو هنوزم نشستی؟ این در صورتی که امونجا ولو که امونجا اسلام آورده باشی، بعد از اینکه حالت احکام اسلام عملی کرده نمیتونی، تو باید هجرت بکنی. اگر نکردی برش گفته میشه فاولئک مأواهم جهنم، این مردمایی که اونمونجا نشسته توهین و تحقیر آیات الله میشه، احکام اسلام به وجه درست عملی کرده نمیتونه، این مردمایی که حرکت نمیکنه، در سرزمینی نمیره که در اونجا احکام اسلام آزادانه و مستقل عملی بکنه، الله میگه فاولئک، این مردما مأواهم جهنم، جایگاهشان جهنم است، و ساعت مصیرا، خیلی بد است این جای بازگشت جهنم. بله، الا المستضعفین، کسایی که در مکه بودند در زمان پیغمبر اسلام که هجرت کرد، با جز از بچهای خرد، زنا، پیرایی که راه رفتن نمیتونست، راه بلد نداشت و مستثنا شده بودند. دیگه کسی که هجرت نمیکرد، ولو که شو تا صبح تهجد میخوان، ولو که روز تو میگوره روزه میگرفت، دلش سر مسلمان ها درد میکرد، مسلمان شمرده نمیشد. قرآن میگوید فاولئک مأواهم جهنم. امروز تو از اینجا میخیزی میری در دار کفر، خدا در گیری از او میدی که هر ناز و نخره که میکنی سرما بکو، من خدا بری تو تسلیم کردم. این دیگه شرط و شرایطه که اونجا کدام قانون سرت میپذیره، دستی تا سری کدام چیز میمانه، چی تعهد است پیشید میگیره، این جزیات به من معلوم نیست، هر کس خودش میفهمه که اونجا کدام گپ است. یک حکم اسلام تو را اموجا منکر قوانین اسلام میسازه، نه
در این جهت حرکت کرده نمیتونی، قسمم به کتاب خودت میده، به قرآن میده یا به الله برات میده. چرا اینطور کار میکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انا بریء من کل مسلم، ما بیزار هستم از هر مسلمانی که یقیم بین اظهر المشرکین، که اقامت میگزینه در بین مشرکین، در پیش روی مشرکین. قال یا رسول الله، صحابه سوال کردن ای پیغمبر الله، لما، چرا تو بیزار از اینطور مسلمان هستی که در بین مشرکین زندگی میکنه؟ پیغمبر علیه السلام میگه لا ترا ناراهما، باید لا ترا ناراهما، باید دیده نشوه آتشای اردو یکی آتش دیگر نبینه، اینقدر دور زندگی بکنه. چرا؟ نزدیکی زندگی با کسی کردن اثراتی و مردم، اخلاقی و مردم، فرهنگی و مردم سری تو تاثیر میکنه. خود به خود تو گرویده از او میشی. امروز هر چقدر نعوذ بالله به نظر مردم عزیز و عالم شده، هر کس که می الله از کجا میزنه؟ از غرب میزنه. امو خوردن، امو نوشیدن، امو حالت یاد گرفته ای. و حدیث دیگر هم براتون گفتم که رسول الله گفت لا یقبل الله قبول نمیکنه عز وجل من مشرک بعد ما اسلم، از اون مشرکی که پس از او اسلام آورده عملا یک عملش هم الله قبول نمیکنه، او یفارق المشرکین الی المسلمین، تا ای که جدا شوه، جدایی اختیار کنه به سوی مسلمانا و مشرکین ترک بکنه. کسی که یک دفعه مشرک از اسلام آورده و مشرکین باز نمیگذاره، الله متعال یک عملش قبول نمیکنه. خیر چطور که از اینجا ما حرکت میکنیم میرویم؟ قانون داره، قانون. تو را به الله قسم در وقت نماز دکانی تیلا کرده میتونی؟ نمیتونی. قانون داره. یک دقیقه الا نمیتونی. کجا نماز خدا میخوانی؟ چه قسم میخوانی؟ بله. والا اینجا زندگی ناممکن است. همین قدر مخلوق هم ممکن است. تو خب خانه قوی هم داری؟ اینطور کسایی هست که خانه کرایی است. خانه کرایی 1000 است سری کو. از خشت خام است. هیچ چیزی الله نداره، میایه دینمی چوکی کوتی سنگی استاد است، هر طرف سعی میکنه که کسی پیدا شه ایره در مزدورکاری ببره. لیکن تو جناب دکان داری، وظیفه داری، موتر داری، خانه داری. او آدمی که غریب است و نرفته، تو رفته ای جناب، خو خیر است. امروز به من عذر پیش کرده میتونی، بهانه میتونی، بسیار دلایل گفته میتونی، لیکن سبا روز پیش الله متعال رفته نیستی، پیش الله چی جواب داری؟ اونجا باز جواب میگی. ما به دست خود نعوذ بالله در گیر کفار نمیدیم که واسر ما نازای خود بزنه و ما را حقیر بدانه، ما را فقیر بدانه. الله عزت داده به مسلمان ها. امی جنجالا که پیدا شده هر قدر بزنیم، امو سری رسوان در دست خود مسلمان است. چرا؟ مسلمان دین خود معزز نشمرد، به قرآن حدیث رجوع نکرد، قانون قرآن و حدیث سری خود تطبیق نکرد. اگر قانون قرآن و حدیث سری خود تطبیق نکرد، متفق می بود، یک دست می بود، یک مشت می بود، هیچگاه نه غلام شرق نه غلام غرب می شد، نه گرویدی از او می شد. امو قسم که اول الله عزت داده بود اسلام، امروز امو طور عزت به مسلمان می داد. ولی با تاسف که ما رسپان اعلا کردیم، دین خود سر عزیز نمیدانیم، سر دین خود ناز نمی کنیم، قانونی که الله برای ما روان کرده او را سر خود تطبیق نمی کنیم، دنبال دیگه چیزا دویده رایستیم و منجر به این حالات شده. الله متعال بکنه که ما درک بکنیم که محض رفتن به اروپا سبب نجات ما نیست. جوانا خیلی بعضی اوقات از اونجا برش حوالا میگه که بیایه شما خوب فکر بکنی، خیر است از گرسنگی اینجا بمر، لیکن اونجا رفتن که سبب تباهی ایمانت میشه، اخلاقت میشه. از این باید بسیار بر حذر داشته باش خدا، به خاطر که این دنیا تیر شده نیست، اما آخرت انسان خراب نشود. چرا هر انسان تلاش و کوشش به این خاطر داره که آخرت ما خراب نشود. الله متعال توفیق نصیب بکنه که ما عزتمندی خود حفظ بکنیم و خود ذلیل نسازیم، خصوصا در زیر دست نعوذ بالله کفار خود ندیم که با امرای امو حسد و کینه و بغضی که داره علیه ما نعوذ بالله تمام امو بدبختی های خود عملی نسازه.
الله متعال وشمارة توفيق نسيب بكنا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان.